9 سپتامبر سال 2019 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در مراسم به کار درآوردن اگریگات دوم نیروگاه برق آبی راغون به شهر راغون تشریف آوردند. به کار درآوردن اگریگات دوم این انشاءات بزرگ انرژتیکی نیز در سرخط خبرهای وسایط اخباری عامه بین الملل قرار گرفت. مراسم تنتنوی به کار درآوردن اگریگات دوم نیز مستقیما توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کشور پخش گردید. می توان در مورد شهرهای باستانی، غذای زیبای تاجیکی به توقف صحبت کرد که هنر آن از گذشته ریشه می گیرد و گوش دادن به حکمت شرقی یک بار دیدن بهتر از 100 بار شنیدن بهتر است. ما به تمام سیاحان عالم می گوییم خوش آمدید به تاجیکستان آفتابرویه، کشوری که پرده نهفته اسرار را گشاده احساسات ناآشنا را به شما هدیه نموده با حسن ناتکرار طبیعت مفتون کننده کس را در حیرت می‌گذارد. دوشنبه پایتخت تاجیکستان بوده بیش از 1 میلیون اهالی دارد. هرچند تاریخی بیش از 2000 ساله دارد و حدس زدن ممکن است که در عهد سلاله کوشانیان بنیاد یافته و رشد کرده است. در عصر 17 در سرچشمه‌های تاریخی این روستا با همین نام یعنی دوشنبه عنوان می‌خورد، چرا که روزهای دوشنبه در اینجا بازار کلانی می‌شده است. از یک دهه دیوارهای خانه‌هایش گیلین و بام‌های با قمیش پوشانیده، کوچه‌های تنگ و تاریکی پر از خاک و چنگ و در موسم بارشات پر از لای در مدت کوتاه تاریخی توانستند آن را به بزرگترین شهر نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه به یکی از شهرهای کلانترین صنعتی، فرهنگی، ورزشی و مرکز سیاسی و علم و معرفتی تبدیل بدهند. سال 2001 از جانب سازمان ملل متحد دوشنبه عنوان شهر صلح و سال 2009 باشد پایتخت تمدن اسلامی را گرفت. دوشنبه شهر زیبا و همیشه بهار است. با در آمدن به شهر شما زود روحیه گرمی و نفاست، مهمان نوازی و مهربانی را احساس می نماید. دوشنبه معاصر این شهر آرزوها، شهر گلهای گوناگون رنگ و باغهای زیبا و معاصر می باشد. بیناهای زیبا و طرح معاصر به شهر باز زینت خاصی می بخشند. بخصوص در زمان صاحب استقلالی مملکت، شهر دوشنبه با سرعت کیهانی شکل و شمایل، طرز و دیزاین خود را با در نظر داشت معماری شرقی و منتالیته ملی تغییر داد. یکی از بلندترین پرچم‌های دنیا در مرکز شهر افراخته شده است. یک قطار بیناهای معاصر فراغت قامت افراختند. در زمینه اسپریز پایتخت نوروزگاه تهیه شد که چاره‌بینی‌های بزرگ فرهنگی همین جا دایر می‌شوند. در نزد کل جوانان کاخ نوروز بنا یافت که در کل آسیا نظیر ندارد. طربخانه جای دلخوشی برای جوانان، چایخانه ملی، تالار کینو، خلاص یک مجموعه کندکاری و گلکشی و مصوره ها را با عنعنه های قدیمی تاجیکی استادان چیردست محلی انجام دادند. مهمانی نیست که بعد دیدن آن شگفت و حیران نماند. چون ملت تاجیک از ازل مردم فرهنگ دوست و فرهنگ پرور بود، عینی حال هم به آن توجه خاصه ظاهر می کند.
در سرتاسر تاجیکستان 17 تئاتر فعالیت می‌کند و به مردم با زبان‌های گوناگون غذای معنوی می‌بخشند. با دست آمدن استقلالیت باعث به آن شد که شماره مکاتب عالی به مراتب افزود و به زیاده از 40 عدد رسید. مسلم است که تاجیکان تاریخ کهن دارند. کاوش‌های باستانشناسان در خطه تاجیکستان به آن نتیجه رسیدند که از زیر زمین اینجا یادگاری و نگاره‌های قدیمی یافت شدند که تا به عهد ایمپریای هخامنشی‌ها راست می‌آید. سین و سال شهرهای قدیمی یافت شده تقریباً به 6000 سال می‌رسد. در مثال سرازم که قدیمترین شهر دنیاست. شهرهای 3000 ساله خیلی زیادند. با امثال خوجند، هولبوک، حصار، پنجکنتی کوهن، فرخار، کنگورد و واپسین بازیافت هنگفت شهر کران در ناحیه درواز می باشد. سرازم و شهر حصار همچون میراث عمومی بشری در سمت راه بزرگ ابریشم از جانب یونسکو اعتراف شدند و اکنون این شهرها زیر دفاع این تشکیلات با نفوذ بین المللی خواهند بود. بودای خفته که از موضع اجینه تپه یافت شده است متعلق همین دوره می باشد. باقی مانده دیدبانگاه‌های تخریب شده در بدخشان مشهور با عنوان قلعه‌های قهقهه دلیلند بر این انگاره ما. چون دانش‌اندوزی و شهرسازی عادت تاجیکان است، این عنعنه تا حال پابرجاست. همه بازیافت‌های تاریخی از سلاله هخامنشی‌ها و حتی از آن پیشتر تا دستاوردهای بزرگ زمان کنونی در آثارخانه ملی نگاه داشته می‌شوند. بزرگترین کتابخانه ملی با طرح معاصر و نادر برای کتاب دوستداران ساخته شده است. در این سرزمین جشنواره و عیدها را دوست می دارند. عیدهای